درود خدمت انصاف علی هدایت هستم و برنامه 76 مهندسی جهل رو آغاز می‌کنم. در این برنامه بریم که ببینیم چه کتابی رو به شانسمون در میاد به امروز اون رو مطالعه بکنیم. دیروز در 2 جلسه قبلی کتاب‌های 7-8 خانه اخلاق و البته جزوه‌های درسی میشه گفت، جزوه‌های درسی اخلاق و حقوق رو دیدیم و در برنامه قبلی هم یک کتابی در مورد نجوم خواندیم که به زبان ترکی بودند و دست نوشته. حالا دوباره برمیگردیم پایین ببینیم که چه چیزهایی رو امروز میتونیم بیاریم. ببینیم حالا دیروز این کتاب رو خوندیم، علم نجوم مطلع کوشیار رو خوندیم، بعد علم اخلاق ها رو هم خونده بودیم و بعد مطلع علم حقوق جزا، مطلع علم حقوق جزا خامس، جزا رابع و حقوق جزا ثالث اینها رو خونده بودیم. خب از اینجا امروز علم صرف ترکی رو باز بکنیم. یه نگاهی به وضعیت این کتاب از نظر ظاهری بندازیم. قطع کتاب خیلی بزرگه، یعنی کتاب مثل کتاب که ما میشناسیم نیست، خیلی قطعش بلنده و در دوره عثمانی هم این نوشته شده به نظر میاد. البته یه مقدار شیوه نقاشی که روی این کتاب هست متفاوته، ولی من فرض بر این می‌ذارم که در دوره عثمانی نوشته، احتمالاً در یه جای دیگری نوشته شده باشه. حالا متن کتاب رو که مراجعه بکنیم میتونیم ببینیم. از همین نگاه اول می‌بینیم کتاب خیلی کار کرده و تقریباً حاشیه‌هاش آسیب دیده. همون صفحه رو که باز میکنه یه چیزی هست، دام عشقینه اسیر oldum hürlüdür bu belaya روش oldum. حالا این رو باید بکنیم ببینیم که این چی هستش. من جزویتون بزنم که بتونم بهتر ببینم. قطع بلند کتاب قطعش خیلی بلنده. حالا نگاه بکنید ببینید اینجا نوشته که علم صرف هستش، به زبان ترکی هستش، 71 صفحه است. حالا این رو من مطالعه میکنم. این کتاب برای من انصاف علی هدایت خیلی واجبه، برای اینکه من زبان ترکی رو نمیدونم. این کتاب احتمالاً داره صرف زبان ترکی رو به من یاد خواهد دست نوشته هستش و کل صفحه رو از اول تا آخر نوشته، جایی برای نقل و انتقاد و حاشیه‌نویسی نگذاشته. عرض کتاب به نظر میاد کم هست ولی طول کتاب خیلی زیاده. حالا همینجوری صفحات رو ورق بزنیم ببینیم دوستان آیا وضعیتی درش تغییر میکنه. خط همون خطی که هنوز ادامه داره، قابل خوندن هست. به نظرم میاد که این کتاب درست دست نوشته هست اما دیگه پزشکی نیست. مثل پزشکا ننوشته، یا مثل اون وکیل و معلم اخلاق که استاد اخلاق که نوشته بود، مثل اون خط نبود که آدم متوجه نشه چی به چیه. در این حال کلمات هم درست بود که سطر را به هم نزدیک هستن، اما کلمات از همدیگه تا یه حدودی میشه گفت جدا هستن، نمیشه این رو خوند. به نظر میاد که من در خوندن این کتاب جز اصطلاحات علمی و اینکه استاندارد نمیتونم، یعنی با اعراب و صدا نمیتونم بخونم، چون من ترکی رو به علمی و استاندارد نخوندم، میتونم بگم که بقیه رو میتونم بخونم. یعنی حالا ببینیم چی هستش.
من تو صفحه 20 دیدم این مثلا سرعت بدم این. حالا اینجا در صفحه احتمال میدم 23 این کتاب تموم میشه جلسه. حالا اینو برمیگردیم امیدوارم که پیدا بکنیم و از اینجا یک فصل دیگری شروع میشه یا یک کتاب دیگری شروع میشه که اسمشو ندیدم الان. دوباره برمیگردیم مقداری بهش میندازیم. این پس تا اینجا متوجه شدیم این کتاب از 2 قسمت حداقل تشکیل شده. احتمالا اینجا خطش یه مقدار کلمات رو دیگه کوچیک‌تر می‌نویسه. به نظرم میاد که این کتاب مثلا در حدود زیر 300 سال قبل نوشته شده. به نظرم اینو میتونم از طریق قلم که به کار برده شده یا مداد یا خودکار که نیست، قلم هستش یا احتمالا مداد هستش که در نوشتنش به کار برده. این نشون میده که دوباره باز تغییر کرد اون قطر مداد تغییر میکنه، اونو که اون وسیله‌ای که داره می‌نویسه تغییر میکنه. اینجا یه سطر رو پارک کردن و دوباره می‌نوشتن. حالا آدم باید متوجه باشه که مقصد چی بوده. آیا نویسنده این رو دستکاری کرده یا این دستکاری کرده، اون مسئله هستش. دیگه اینجاها می‌بینیم که کلمات سطرها خیلی به هم نزدیک شده، فاصله بین سطرها تقریباً از بین رفته و اینجا صفحه 66 می‌بینیم که کتاب تموم میشه و دیگه نه سوم یه چیزی دیگه هم اینجا شروع میشه. 2-3 صفحه است و تموم میشه. حالا ببینیم اینجا کتاب چی نوشته. Türk Ürdi Yıl 10 Hal 60 صحیفه‌ای gösterim معذب min 327. این در 1327 نوشته شده. حالا یعنی حدود 120 سال پیش این کتاب نوشته شده. حدس من درست بوده. حالا اینجا در مورد کتاب یه چیزای خوبی رو میده که اگه برسیم به امروز و اینها رو بخونیم احتمالاً یه اطلاعات جالبی در مورد اون باشه. جالب هست. این صفحات آخر احتمال میدم که یک کتابی هستش. احتمالا این در یه جای دیگه مثل آذربایجان اینا نوشته شده باشه، برای اینکه اینجا از کتاب فارسی شکر است، ترکی هنر است هم استفاده کرده. گفته که من از این کتاب هم استفاده کردم. حالا من تا الان نگاه نکرده بودم ببینم زبان این کتاب جز اون شعر اول که به نظرم ترکی بود چی هستش. من حالا برگشتم صفحه اول و تلاش میکنم این کتاب رو یه مقدار بزرگش بکنم که دیده بشه. دام eşkine اسیر oldum, dürlü belaya düşü oldum. Dam eşkine esir oldum, dürlü belaya düşü oldum. Düşü yani düştüm daha ihtimalle tamamı. Düşü oldum. Cism-i canimdir oldum ida avare. Cism-i canimdir oldum avare. Eryüb erzize mesir oldum. Eryüb erzize esir oldum. مسیل oldum. مثال این ارزیزه چی هستش نمیدونم. یه کلمه‌ای هستش که امانه در عنایت و رحمت kulun azmi bütün
کمینه هنجم. اینجا من امانه یا امان میخونم. امان عنایت و رحمت گلون ازمی کمینی هر دم. وصلت بار ایل آنی محضر. حالا اینجا یه ته گذاشته بوده، اینو چیز کرده، محضر یا محاضر میشه. وصلت بار ایل آنی محاضر گل بهور نبی بنی شاه کرم. گل بهور بنی شاه کرم. شعر دیگری رو دیگر ادگیم با یار و وفادار موافق خصلت بلدم. بله، حالا متوجه شدم که اصل یک کتاب عربی هست در مورد صرف افعال. به زبان عربی هست اون کتاب اصلی. ایشون اون کتاب رو گذاشته جلوش، کلمه به کلمه داره این کتاب عربی برای آموزش
صرف افعال عربی به عرب هاست و این آدم، این مترجم و شارع تلاش میکنه که اون رو به ترکی ترجمه بکنه. این سوال هست، یعنی آیا این کتاب در مورد افعال عربی بوده اصل کتاب یا ترکی؟ این یه سوال. دوم که این جنابی که مترجم هستش و شارع آیا کتاب عربی رو، کتاب صرف عربی رو به ترکی ترجمه میکنه یا میخواد ترکی رو تطبیق بده با صرف عربی؟ حالا اینها رو ببینیم که چی میگه. الحمد، خود کلمه الحمد چیه؟ این یک جنسی از رفتار انسان یا تفکر انسانی یا سخن انسانی هست، اما این جنس برای چه کسی مستحق این هم هستش؟ میگه لله. حالا لله یعنی چی؟ میگه لله یعنی جناب واجب الوجود حضرت نبی مستحق بود. اولا، حالا این واجب الوجود چی هستش؟ اینجا آورده اون دوست عربون نویسنده عربون میگه که واجب الوجود که رب العالمین جمیع عالملرون. حالا نگاه کنید اینجا هم عالمین رو نگاه بکنید مثل آتین. حالا باید اینو ببینید، این رو باید ما خودمون متوجه کنیم. جمیع عالملرون، حالا باید آتینلرون اینجوری دیده میشه، ولی خب ما بر اساس سیاق جمله میگیم بفهم که این عالملرون رئیس دور. حالا رب رو به معنی رب العالمین رو به معنی رئیس و صلات. حالا این صلات چیه؟ دخی صلات یعنی صلات خودش یعنی چی؟ دوباره خودش میگه از صلات دخی صلات یعنی اللهن رحمتی، الله رحمت ملکلری بیله. حالا اینجا دو تا حرف هستش که نمیدونم چی هستش. اللهن اگه اینو نون بدونیم، رحمت ملکلرون استغفار مؤمنلردن. از صلات این میشه معنیش، یعنی الله'dan رحمت ملکلerinden استغفار مؤمنلردن دعا و سلام. و سلام یعنی چی؟ دخیل سلام یعنی دنیا و آخرت. حالا اینجا نگاه کنید، این آخرت رو یه الف و یه حالت پرچمی کشیده. آخرت، دنیا و آخرت، مهنت و مشقت بودن. احب المرء احب، این حالا اگر قبلی ها نور بوده، اینم باید همون داشته باشه. من احب olmak kimlik üzerine vardır. Kimin üzerine vardır ve nazildir. علاخیر خلقه. حالا این چی هستش؟ دوستان متوجه دارید میشید که این دستخط حروف رو خیلی متفاوت از بقیه می‌نویسه. یعنی چرخش قلمش مثلا دنیا و آخرت رو یه حالت نمیدونم چی بگیم، یه اینجوری کرده و یه اینجوری و بالاش یه نقطه گذاشته. من اینو آخرت میتونم بکنم. مهنت و مشقت نه، حالا مشقت دن احتمالا این رو باید این آخری که حالت این رو داره نون بخونید. اگه اونجا که الله'nden رحمت ملکلerinden استغفار مؤمنلerinden خوندیم، اگه نون درست باشه در اونجاها، اینجا هم خوندن. حالا این همون حرفه که نون خوندیم اینجا احبن olmak. حالا اینو باید احبن olmak بخونیم. kimin üzerine vardır nazildir. علاخیر خلقه. این علاخیر خلقه یعنی چی؟ حق جل و علا. حالا اینجا یه خطی زده، نمیدونم که این علا ما این ته هستش.
عز جل و علا نوع اولدغی حالده فی اللفظ تصریف فی اللفظ کلمسی لغته. حالا این لفتن میشه دیده میشه. اولدغی حالده. حالا اینجا متوجه میشیم که این الف و لام و د و ه رو چجوری می نویسه. اولدغی حالده ندور. فی لفظ لغت اولدغی حالده ندور. از تغییر عربچه هستش تغییر دور. یعنی اون میگه لغت فی لفظ تغییر دور. یعنی که اولدغی حالده ندور از تغییر دور. و فی صناعت و در صناعت علما صرفون احوالاتنده. حالا اینجا این احوالات رو یه دیدی بالاخره به هم چسبیدیم که این احوالنده اولدغی حال دور ندور. حالleri ندور. و فی صناعت علما صرفون صرف علماسının اصطلاحinde ببخشید این احوال نمیشه اصطلاحinde اولدغی حالleri ندور. میگه که اون در اصطلاح علما اون تغییر لفظ تصریف التصریف اعلم ان التصریف فی اللغت التغییر و فی الصناعت. حالا اینو داره توضیح میده. در لغت به معنی تغییر هست تصریف و در صناعت یعنی در علمای صرف اصطلاحinde اولدغی حالleri ندور. تغییر الاصل الواحد یعنی چی؟ میگه اصل واحدی تغییر مکتوب یعنی kökün اصل واحد یعنی kök. اصل یعنی kök ریشه فارسی تقریبا kök یا ذوق. در زبان ترکی kök یا ذوق به معنی ریشه هست. ریشه یک کلمه‌ای فکر کنم فارسی باشه. فکر می‌کنم مطمئن نیست. اما ما در نسخه‌هامون kök و ریشه به کار می‌بریم. ببخشید kök و ذوق. اگر طولانی باشه مثل درخت که ریشه هاش خیلی طولانیه بهش میگن ذوق. ولی اگر کوچیک باشه بهش میگن kök. مثلا میگن هایی که مثل حدید و تروب و این چیزا که تو زمین هستن ولی خیلی چند متر نیست. حالا تحلیل الاصل واحد اصل واحدی تقریبا مکتوب یه ایلا امثله یه یعنی باز هم ایلا امثلتین bir takım الان ترکی میگن bir takım یعنی bir نیچه. حالا takım الان تیم هم شده یعنی چند نفر takım چند نفر. bir takım meselelere öyle misaller ki muhtelifetin biri birine benzer. Ne için taklid? حالا اینجا یه مقدار سخت خوندن ببینید چی میگه. Bir takım emsilelere öyle misaller ki misallara öyle misaller ki muhtelifetin biri birine benzer. Ninci حالا نه için تغییر. حالا برای چی تغییر داریم که این کلمات ریشه یا kök و ذوق kelimenin kökü ve ذوقu niye tağyir değişir? Limaani bir takım manalar için öyle manalar ki maksude murad olmaksına öyle maani maksud ki la tahassul. حالا tahassul این چیست؟ داره کلمه ها رو یکی خیلی به نظرم درست ترجمه میکنه ولی دوستان باید تصوری از کتاب داشته باشن یا اینکه نگاه بکنید به این کتاب که ما این کلمات رو زیرش بالاش خط کشیده خط قرمز کشیده و بقیه‌اش توضیح نمیده.
میگه حالا برای چی باید تغییر بدیم؟ میگه مقصوده. که مقصوده حالا مقصود چیه؟ مراد المسنه المسنه اوده المسنه اوده معانی مقصوده چی؟ لا حالا این دیگه دوباره عدده لا تحصلو اون معنای مقصوده. حالا ببین وقتی ما هر کلمه‌ای رو میخوایم در مورد یه چیزی صحبت بکنیم، مثلا میخوایم در مورد رنگ این کاغذ صحبت، خب یه مقصوده، ما یه مقصود داریم. حالا برای این مقصود از میان اون میلیون‌ها کلمه‌ای که در ذهن ما هستش و در اون ساحتی که داریم صحبت میکنیم، آیا این برای عوام داریم صحبت میکنیم یا در یک رشته تخصصی، آیا در مورد حقوق صحبت میکنیم، در مورد مثلا در صنایع برای کسانی که صنایع شیمی دارن میکنن صحبت میکنیم یا برای پزشکی صحبت میکنیم، در هر رشته دیگری داریم صحبت میکنیم، با توجه به اون کانتکست میگن در انگلیسی، با توجه به اون موضوع و نگیم موضوع، با توجه به اون وضعیتی که حتی وضعیت هم هست، با توجه به اون اتمسفری که وجود داره و برای اون میخوایم توضیح بدیم، حالا اتمسفر میشه جو، حال هوای اون مجلس، با توجه به حال هوای اون، حالا با ببینید دارم چیز میکنم همش فارسی میکنم، با توجه به اون حال هوای مجلس، این از میان میلیون ها کلمه‌ای که مناسب اون مجلس باشه، نه مناسب به مثلا علم و حقوق و محکمه و نمیدونم رنگ و فلان. پزشک داره در موردش صحبت میکنه، حالا برای پزشکا اونجا اون کلمه رو میاره، مقصود یه کلمه‌ای میاره که اون مخاطب ما که دکترها هستن بفهمن که منظور و مقصود این از اون کلمه چی هستش. حالا اینو میگه که مراد اولونسه öyle معانی مقصوده که لا تحصل او معانی مقصوده حاصل الماز الا به چی؟ به دست نمیاد اون معانی الا حاصل الور بها امثله. بها یعنی چی؟ امثله مختلفه ایله، یعنی مثالهای مختلف یا کلمات مختلفی میزنید تا اون مراد و قصد که دارید اون روشن بشه. حالا اینجا یه چیزی مثل یه نوشته یا کاف نوشته و خط کشیده. اینجا فکر میکنم خود این آدم میخواد یه توضیح بده که در اصل کتاب نیست. میگه بونده اصل در مراد نداره، بونده اصل دن مراد نداره. میگه حالا اینجا که این گفت اصل در بالای یه جایی گفت اصل میگه لا تحصل بها الا، نه اینجا نبود، لا تحصل الا بها. حالا اون اصل رو داره تو خودش احتمالاً گفت، یه جایی خودش گفت، حالا اونو میخواد بگه که چیه. امثله مختلفه ایله بونده اصل دن مراد نداره. منظور از اصل چیه؟ میگه که جواب، اونجا گفته سین یعنی سوال ها. حالا متوجه شدم اون که سین هستش. سین خود شارح داره میپرسه از خودش یا از خواننده مثل من که بونده اصل دن مراد نداره. حالا منظور از اصل در این جمله که این آدم گفت یا من گفتم منظور چی هست؟ جواب ج و جیم رو نوشته جیم و روش خط کشیده، مصدر داره، منظور از اون مصدر هستش. حالا اون بالا گفته بود که تحول اصل الواحد، اون اصل واحد چی هست که یک اصل، منم گفتم که زهد köklü، اصل köklü، میگه اون چی هست؟ میگه اون مصدره، مصدر. سوال، بازم سوال میپرسه خودش، امثله مختلفتن مراد نداره. منظور از امثله مختلفه چی هستش؟ میگه ماضی، مضارع، امر، نهی و بولردن غیری داره. میگه که منظور از امثله مختلف از اون
ریشه از اون کök و ذوق جدا میشه عبارت هستند از چه چیزایی؟ عبارت هستند از ماضی، مضارع، ماضی یعنی گذشته geçmiş، مضارع indi یا gelecek، امر امر etmek فرمان vermek، نهی yok demek و bunlardan غیری و مثل اینها، غیر از اینها یعنی چیزهای شبیه اینها ولی اما نه غیر اینها. دوباره سوال معانی مقصوددن مراد ندید. اون که گفتیم معانی مقصوده هستش که بالا گفتش که اوله معانی مقصوده کی، اونجا میگه منظور چی هست؟ معانی مقصوددن مراد ندید ماضی. حالا معانی مقصود چی هست؟ جواب دوباره ماضی، مضارع، امر، nehyidən və bunlardan غیرinin ma'nalaridir. میگه معنای ماضی، مضارع، امر و نهی و bunlardan غیرlerinin معنالاری مقصود میگه اینها هستش، معناشون هستش. پس اول یه تقسیم بندی کرد، از گفت مصدر منظور ما و از مصدر چی به وجود میاد؟ امثله‌های مثال‌هایی مثل ماضی، مضارع، امر، نهی و شبیه اونها، صفات مختلف، زمان و مکان و اینها به وجود میاد. حالا در زبان ترکی هم اینها صادق هست. میگه که منظور از معانی چی هستش؟ معانی مقصوده از اینها چیه؟ میگه بازم معانی ماضی هستش. خب هر کلمه که به گذشته برگرده یه معنی داره. مثلا حالا من ترکیم خوب نیست ولی
حال همون لحظه حالیه که رد شد. چون شما حال رو 1,000,000 ثانیه هم بگیرید رد میشه. چیزی هم میگم وجود نداره در نتیجه، چون خیلی زمانی که ما اصلا متوجهش نمیشیم، هر چیزی میگذره. نیم ثانیه نه 1,000,000 ثانیه هم در نظر بگیرید گذشت دیگه، گذشت دیگه. ما در بین حال آینده قرار نداریم، ما همیشه در گذشته ایم، به سوی آینده حرکت میکنیم، اما اون به سوی آینده همین گذشته است. این هم یه نگاه جالبیه، این هم یه فلسفه جالبیه. اصلا زمان رو تقسیم میکنید، مثلا زبان فارسی در زبان زندانی زبان حالی، شاعراش همه چی فکر میکنن زمان حال کش داره، یعنی زمان حال رو فکر میکنن که یعنی امروز رو میگن زمان حال، در حالی که این امروز زمان حال نیست. این لحظه که ببینید من دستم رو که دارم حرکت میدم، ببینید همه اینها زمان گذشته داره میشه، آینده نیومده. ببینید من الان دارم دستم رو حرکت میدم، نگاه کنید، حالا این سرعتشو ببینید، با هر سرعتی که حرکت بدم حال که نیست، هر چی از گذشته است. ولی الان فارسا این حرکت رو نمیتونن تشخیص بدن که این گذشته هست، این آینده. در نتیجه حال رو غنیمت دان و اینها از اینجا میاد، در حالی که همش آینده هست، گذشته و همش آینده است و باید برای آینده صاف. من به نظرم حتی زبان ترکی هم در این مسیر مشکل داره. من به نظرم باید بفهمیم که حال یا وجود نداره یا در حد صفره. اون چیزی که وجود داره آینده است و ما باید برای آینده کار کنیم. چون هر چیزی که تا الان ببینید، یعنی الان یعنی چی؟ مثلا من الان فکر میکنیم خونه ندارم دیگه، تموم شد. حالا چیکار باید بکنم؟ حال باید خونه بسازم، آینده باید بسازم. حال که نمیتونم خونه بسازم، من باید پول پس انداز بکنم. تو الان که پس انداز نکردم، الان باید پس انداز بکنم. الان که نمیتونم پس انداز بکنم، باید آینده رو پس انداز بکنم. پس گذشته به اینجوری به اینجا میگذارم، گذشته تموم شده، هیچ کاری نمیتونی بکنی، هر چی بوده برای خودش بوده. تنها کاری که میکنیم در حالی که داره تبدیل به گذشته میشه، در آینده‌ای که داره هی تبدیل به گذشته میشه، حال نه، در آینده‌ای که داره هی تبدیل به گذشته میشه، ما باید در این آینده‌ای که داریم هر لحظه به گذشتهش تبدیل میکنیم، آینده نزدیک، متوسط و دور رو طراحی بکنیم و آینده‌مون رو بسازیم که بعد تبدیل میشه به گذشته و تبدیل میشه به اینکه دوباره آینده رو بسازیم. حالا از اینها بگذاریم و بودن غیر معناوری داریم. حالا اونایی که گفتیم مثلا مکان، مثلا البته مثلا بروش، مثلا ما اینو در ترکی داریم، در عربی هم داریم. یعنی وقتی شما یه فعلی رو همون فعلی که بورماخ بود، بورماخ بود، میتونید دو طرفه بسازید. یعنی یه کاری که دو طرفه داره انجام میگیره. بروش یعنی دو طرفه، زد و خورد دو طرفه. این در فارسی نداره فکر کنم. یا مثلا اسم مکان نمیدونم به زبان ترکی میشه ساخت یا نه. مثلا یا اسم زمان، وراجاق آلت ده، میشه اسم آلت ساخت. وراجاق یعنی اون وسیله‌ای که با اون میزنن. وراجاق، توتقاج، یجق، مثلا نگاه کنید اینا رو میشه اسم آلت، اسم ابزار ساخت. اما اسم مکان آیا میشه ساخت؟
آیا اسم حتما من احتمالاً مثالی که زدم نمیتونه اینو برسونه و من نمیدونم، ولی حالا این کتاب خوبیش بگه که اینها رو به ما یاد خواهد. من این کتاب رو برای خودم به عنوان امتحانی درس قرار میدم، ببینم که حالا یه مقدار بخونم، بدین که تفسیر بکنم. دوستانی که ترکن میفهمن، دوستانی که هم که فارسن خب میفهمن که نمیفهمن، که نمیتونم حالا ببین چه مدتی هستش که بریم این کتاب رو 43 دقیقه است و من حدود 1 ساعت دیگه باید برم سر کار. خب حالا من اینو میخونم و لازم شد مثال‌هایی به ترکی هم میزنم. حالا اینجا میگه ماضی. حالا اینجا ماضی یعنی چی؟ جواب میپرسه، سوال پرسید که معانی مقصود دادن مراد ندور. جواب میگه ماضی مضارع امر نحو و بالنسبت غیرین معنالری دور. معانن امرشو عربیشو نوشته با تنوین در زیر نون. معانین میگه حالا این چی هست؟ اینو داره توضیح میده که اسم چی هست؟ معانی و ایده. فکر میکنم که این نمره که حالا در پایین گفته که اینو داره توضیح میده در نمره 2. حالا این نمره 2 کجا؟ آخر کتاب احتمالاً، بله آخر کتاب که اون چیزو دیدیم اونجا میاد در مورد نمره 2. من اگه برم آخر کتاب اون نمره 2 رو پیدا بکنم ببینم که در مورد اگه بتونم پیداش بکنم. نه نمیتونم، نمیدونم اون نمره 2 رو کجا توضیح داده. یه جایی حتما توضیح داده ولی من متوجه نشدم کجا توضیح میده. حالا ازش بگذاریم. میگه که خب اینجا یه از هم چیه نوشته که من نمیدونم چی هست، یعنی نمیتونم بخونم. معانن اصل نیست، میتونم اصل بخونم اصل. حالا این چیه؟ معانی و ایدی. معانی ایدی نمره چه؟ حالا اینجا یه سمه نوشته، سمه عربیه، بوندن سره. سمه به معنی بوندن سره. الفعل حالا اول ماضی رو توضیح داد. خب حالا میگه که سمه بوندن سره الفعلو. اول مصدر بود، ببخشید اول مصدر بود، حالا الفعل. فعل چی هست؟ میگه جنس فعل اماندانه یا اما ثلاثی یا ثلاثی در و این ما رباعی. میگه فعل، ببخشید من اینو غلط خوندم، گفتم که عربی هم. الفعل الف چیه؟ جنس فعل. میگه جنس فعل کار، انجام دادن کار. اون چی هست؟ اما ثلاثی و اما ثلاثی عربیه دیگه. میگه که فعل یا ثلاثی یعنی سه حرفی هستش، اما رباعیون یا دو حرفی هستش یا رباعی دو حرفی دور و کل واحده و هر بیری، یعنی این فعل سه حرفی و هر. حالا مثلا نمونه دور دی اور دور این حرفی دور. حالا دور حرفی چی بگیم؟ مثلا یه مک دور حرفی. خب مثلا حالا اینجوری من گرفتم دیگه، یه مک. یا مثلا جل مک، جت مک، üz مک. البته با این مصدره، مثلا üz امره، این سه حرفیه در است. حالا باید یه کلماتی پیدا بکنم که
فعلش مصدر نه، خود فعل باید چیز باشه. اما اینجا خود فعل مصدر هم 3 حرفی و 4 حرفی در است. حالا ببینیم چی میگه. الفعل اما ثلاثی اما رباعی، فعل یا 3 حرفی olur یا 4 حرفی olur. رباعی و کل واحد و هر بiri، یعنی این ثلاثی یا رباعی هر birisi منهما از این ثلاثی و رباعی، ثلاثی یا رباعیden اما مجرد یا مجردdir، یعنی tek canlınadır. Hiç de ona yapışmıyor. Evveline sonuna önüne aç yapı aç diyor bunu Türkçe. Diler aç elave olan önüne ya sonuna, ön qabağına, kəlmənin qabağına ya sonuna yapışmır. Türkçədə önüne yapışmır normalde. Sonuna yapışır. Kəlmənin sonuna. Hala diyecek ki imma rubaiyun ve kullu vahidin her birisi minhuma, o ikidemden sulasiyun sulasi ya rubaidir, ama imma mucerredun o ya mucerreddir o mezidun ya mezid fihidir. Yani hala اینها چیز گذاشته، مثلا ترکی نکرد در اصل همون ادبیات عربی کتابه، یا اینکه بهش اضافه شده، به اون کلمه ریشه به کök اضافه شده. اون kelimeyi ki kökü 3 harfli ona izafe olurdu bir şey. O mezidun fih ya mezid fihdir. Fehuma aksam arba'adır. میگه فمنهما، میگه از اونها اقسام اربعدن، حالا 4 تا شد دیگه. ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. حالا 4 تا شد. میگه فمنهما از اونها اقسام اربعدن اما سالم یا سالم دی فعل او غیر سالم یا سالم دی. حالا این سالم و عربی اینها رو داره، در زبان ترکی هم هست. ما یه چیزی میگیم مثلا که این حرفش بعداً عوض میشه، تغییر میکنه. بعضی کلمه ها هستش که kökü vur هر چی بگی اون حرف ها ثابت میمونه. ولی بعضی کلمه ها هستش که مثلا این حرفش تغییر میکنه یا از بین میره فرقش. مثلا حالا من اینو در ترکی نمیبینم و در عربی مثلا، حتی در فارسی هم میتونم براتون مثال بزنم. در عربی مثلا میگه ترکی یادم میاد، جالبه که عربیش هم از ذهنم پرید. مثلا موسا، اون یای آخر تغییر میکنه، یا اول اگر وسط باشه تغییر میکنه. حالا مثال ها رو بزنید که من چیز نکنم. درست من اقسام اربعه از ما سالم یا سالم دو او غیر سالم یا خود غیر سالم دو و نفس صناعت تصریفinde biz murad ederiz ne ile biz salim ne ile. Aha, اینجا سوال داره میپرسه. و نفس صناعت و نفس سالم و نفس، ببخشید سالم و نفی دیگه که یعنی چی؟ صناعت تصریفinde biz murad ederiz ne ile murad ederiz nefye. Biz salimin ma ya o bir kelime, o bir kelime ki ma o bir kelime ki salamet bir Arabi var. Khali olduğu fırladığım
حالا این فورتلدینگ چیه؟ فورتلدینگ حروفه این فورتلدینگ نمیدونم این چی فورتلدو فورتلدو احتمالا bu خالی olduğu yani kurtulduğu gittim kurtulduğum huruful asliye hala kurulduğu okey kurulmak yani در kurulmak yani در اون حروف اصلی که اون تشکیل میده kurulmak kuruldu kim yani çunan harfi که huruful asliye huruf asliyesi ila öyle altı öyle huruf asliye ki متقابل olur. حالا خیلی تخصصی شد دیگه فکر کنم این برای من و شما من میتونم اینو بخونم طبیعتاً یه مقدار زبان عربی رو بلدم و این کمکم میکنه که اینو بفهمم ولی فکر نکنم دوستان بتونید جز سردرد براتون چیزی باشه امیدوارم برید این رو به زبان ترکی بخونید با اون بهتر خواهد از اینکه از عربی ترجمه بکنه هی خسته بزنه. ترک یورده حالا این در پایان کتاب یک چیزی نوشته اینجاها من تلاش میکنم این صفحه رو بخونم یا مخصوصه کسر دلاله itibar için zanın zemmesini kesreye tebdil ettikten mezvede olup mezved olup ekmelen musabet olup ve o sakine muhakkabli meskur olmakla vavi yaya gelb ettikten mezid oldu iddiye aslında حالا اینا دیگه باید این رو بخونید این یه درس حداقل 3 ماه هست این کتاب حداقل 3 ماه این رو اگه آدم باید بخونه بتونه یاد بگیره. Türk yurdu این چی هست؟ yıl İlhal 60 sayfaları gösterdik. Not 1300 sene mevzuat. Sayfa 37 Alaçık Çağdu demektir. Sayfa 39 Asya Akvami Aruna Japon istisna edildiği halde Asya Akvami Aruna اقوام آسیایی میگه حالا اینجا ژاپن استثناء edildiği halde ژاپن استثناء هست. حالا اینجا اونجا یه چیزی گفته اینجا داره توضیح میده که مثلا ژاپن استثناء هست احتمالاً داره یه چیزی en müterekki ve en medeni قوم ترک قومیdir. میگه ژاپن استثناء هستش در میان اینها قوم مترقی قوم ترک هستش. صفحه 66 تیموچین میگه چنگیز اسم تیموچین رو اینجا داخل فروشه میگن تیموچین. حالا اینها دیگه توضیحاتی در مورد اون صفحات و توضیحاتی که اونجا داره. متاسفانه اون سالی هم که اینجا نوشته دوستان اون سال هم سال نوشتن کتاب نیست. این یه توضیحاتیه که خود یه آدمی که این رو چیز کرده داره در مورد اونو توضیح میده. این در مورد خود کتاب نیست متاسفانه یه توضیحاتیه. مثلا اینجا صفحه 102 اینا للوطنی و اینا الیه راهبون مثلا اینجا به اینا لله و اینا الیه راهبون رو اینجا گفته اینا للوطنی و اینا الیه راهبون ما از وطن هستیم و به طرف اون راهب هستیم. ایران 3000 سنه لا تاریخ صاحبdir. سنه یک تاریخ صاحبdir. حالا اینجا در صفحه یه چیزی رو ادعا کرد در واقع که ایرانی وجود نداشت. میگم این دروغ‌ها در کتاب‌ها میاد. حالا اینم یک
چیزایی که نوشتن اینجا و خب از این کتاب بگذاریم. من یه مقدار وقت دارم ببینم میتونم یک کتاب دیگر رو هم ورق بزنم. بذار ببینیم میتونیم. این کتاب چی بود؟ این کتاب علم الحال یوز اون درد. این یوز اون درد چیه؟ نمیدونم. 76 صفحه. بذارید ببینیم این کتاب رو یه نگاه بهش بندازیم. در ظاهراً این دوستمون جناب آذرباش این کتاب ها رو اکثرا از کتابخانه سلیمانیه در ترکیه دانلود کرده باشه به نظر میاد، چون که مهر این کتابخونه رو داره. هازا کتاب علم و حال یوز اون درد. یه کتابی هستش اسمش رو اینجوری گذاشتن اصلا. من این کتاب رو اول یه خلاصه نگاه بکنید. در دوره عثمانی نوشته شده، قطعاً از روی رنگی که روی آب کار شده متوجه میشیم. اینجا داخل کتاب هست و سلیمانیه رو میبینیم. اینجا هازا کتابون ترجمه مدخل فروشیا به ترکی. این رفتیم یکی کتاب دیگه، نه یکی کتاب دیگه رفتیم. خب اون نیست. این هم دوباره عثمانی، برای که با دو رنگ سیاه و سرمه‌ای دیدیم روی آب این کار رو انجام داده و این صفحه داخلیش رو می‌بینیم که دست یه بچه بوده باهاش کار کرده. اینجا می‌بینیم یه نقاشی ترسیم کرده بالای کتاب و اسم کتاب هازا کتاب و علم حال یوز اون درد. اصلا این چی هست خودش خیلی مهمه. اسم کتاب رو گفته علم حال یوز اون درد. این فرصدر فستر این چی هست نمیدونم. اینجا نمیتونم فستر پرستر نمیدونم این چی هست. حالا یه نگاهی کلی به کتاب بندازیم ببینیم که این چه شکل. این جالبیش اینه که استاندارده، یعنی اعراب داره، یعنی صداها رو روی شکل حروف گذاشته و میتونیم این رو بخونیم. صفحه بعدی رو هم همینطور میبینیم که حالا بعضی جاها آسیب دیده متاسفانه کتاب، میبینیم اینها رو، اما با دو رنگ قرمز و مشکی اینها رو از هم جدا کرده. احتمال میدم که فصل‌ها رو اینجا مشخص کرده. برمیگردیم میبینیم. فقط من برای اینکه به سرعت عمل بکنیم این رو یه مقدار سریعتر برم، فقط ظاهر کتاب رو ببینیم. حاشیه کتاب اینجاها آسیب دیده متاسفانه. کتاب معلومه که قدیمی هستش، دست نوشته هستش. این کتاب خیلی جالبه، من به راحتی میتونم اینو بخونم. برای چی؟ برای دو تا علت داره. یک، سه چهار تا علت داره. یک، استاندارده، یعنی روی حروف صداها رو گذاشته، رو و زیر حروف صداها رو گذاشته. یعنی من میتونم این کلمات رو بر اساس حروف و کلمات رو بر اساس همون زمانی که نوشته شده و نویسنده اراده می‌کرد که اونجوری خونده بشه بخونه. این یک. دوم این که سطرها از هم فاصله دارن، در هم تداخل نکردن. سوم که کلمات از هم دیگه فاصله دارن، کلمات به هم نچسبیدن، تو دل هم نرفتن، نصفش در اینجا نصفش در اونجا نیست. اینجا میگیم که کلمات از هم جدا نوشته شدن. این هم یه چیزیه. چهارم این که فصلها رو وقتی میخواد جدا بکنه با رنگ دیگری جدا میکنه. پنجم این که من اینجا میبینم آخر جمله ها نقطه میذاره. برای اولین باری که میبینم اون نقطه هایی که در کتاب‌های قبلی میگه خیلی بزرگ با رنگ قرمز گذاشته میشد و براش یه دوم میذاشتن مثل ویرگول، حالا اون تبدیل به نقطه شد. قبلا دیدیم که اون کوچک شد بزرگ شده میگه، اما اون دوم رو از دست داده بود. حالا در اینجا میبینیم که تبدیل به نقطه شده. البته اینجا میبینن که کلمات به هم نزدیکتر میشن. در این صفحه ها میبینن که کلمات به هم نزدیکتر میشن، مثلا در اینجا اصلا که فاصله بین کلمات وجود نداره. در نتیجه خواندنش رو باید یه مقدار چیز بکنیم. همونطور ادامه پیدا میکنه. ولی خب خیلی کلمات املاش خیلی زیباست. یعنی زیبا منظورم از نظر رسم الخط زیبایی نیست،
از اینکه من میتونم بخونم زیبا، چون هر کلمه و حرفی که من میتونم بخونم به نظر من زیبا نیست. زیبایی زمانی که من بتونم بخونم. من دارم اینجوری تعریف میکنم. زیبایی دوستان حالا اینجا یک کتاب دیگری، اون کتاب اول بود، حالا اینجا شریعت و اطلاق و نور، اولو نور، شریعت، اطلاق، اولو نور. حالا این از اینجا یک کتاب دیگه شروع میشه که اون شریعت بالا بود، این که گفتیم اون با به کتاب قبلی ربط داشت. از اینجا یک کتاب جدیدی شروع میشه. حالا یه چیزی میخواستم بگم یادم رفته، چی میخواستم بگم، اون کتاب رو دیدم، یه اون فکری که تو ذهنم اومده بود پرید و متاسفانه یادم یه طور بگم جزء افکار من هستش، به نظرم خیلی مهم هست. خب کتاب تموم شد اینجا و خب بریم ببینیم که چی هست. دو تا کتاب در یک کتاب. هازا کتاب علم و حال 114. اسم کتاب خیلی جالبه. برای اولین بار من با یک کتابی روبرو میشم که این کتاب اسم که از یک علم و از یک عدد تشکیل شده. برای اولین بار من مثلا می‌خواستم در روزنامه فکر کنم یه تیتر زدم که کلمه رو با اعداد ریاضی و علامات ریاضی نشون دادم. فکر کنم این کارو کردم برای اینکه در تاریخ روزنامه‌نگاری بتونم یک ابداع دیگری رو علاوه کرده باشم. این کارو کردم. حالا این چی هست اینجا نمیدونم، این کلمه رو نمیدونم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. Bundan sonra məlum ola ki, cümlə fərzilərdən əvvəl fərzi eyn olan əvvəl fərzi eyn olan hər aqil baliq olan kişinin üzerine gerek er olsun ve gerek oğlak olsun imanın فرزیلیتی bilmek gerektir. خب فکر می‌کنم دوستانی که ترک باشن اینو دیگه میفهمن، نمیخوام ترجمه بکنم. اگر ihmal edip öğrenmezler ise cehennem azabına layık olurlar. İmanın farzları 8'dir. Evvelincisi demir. نگاه کنید این جالبه. اولکisi این خیلی جالبه. Evvelkisi yani birincisi, evvelkisi rükn. İkincisi şertüdür. Rükn demek dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etmektir. Eylemektir. Eylemek yok, eylemek. Hala اونم دور نیست، در. Eylemektir. Ya hala dirmişim. Eylemektir. Ve şerti 6'dır. Hala خود این 6 تا şart dاره. Ve şerti 6'dır. Evvelki Âmentu billah manası ben Allah-u Teala'ya iman getirdim. İnanıp 3 sıfat ile inanıp 3 sıfat ile evvelki vacip, ikinci muhal, üçüncü caiz. Caiz, muhal ve caiz. Sıfatları caiz, muhal ve caiz. Sıfatları çoktur, sayılmaz. Bakın اینجا به هم چسبیدن. çoktur sayılmaz. انگار که صفاتleri çoktur sayılmaz به هم چسبیدن. انگار یک کلمه است. ولی در حالی که میدونیم صفاتleri çoktur sayılmaz. حالا اینجا میگه çok با در birbirine yapışıklar. Yani çün sayılmaz, mahal. Ona derler ki mahal. Yani çün sayılmaz. Tutuldu. Mahal ona derler ki
her ne kadar Allah Teala'ya layık olmayan sıfatlar var ise ona mahal derler. Kitab بعدی یعنی مکانه muhtaç olmak, oğlu ve kızı şeriki olmak, yerde ve gökte olmak, sağda ve solda olmak mahalidir. Ve gayri zalik ve gayri zalik yani az همین نوعها. Zira bu sıfatlar Hak-ı Teala'da bulunmak aklide ve fikride olunmaz. Hatta akıl fikre نباید دونچی. حالا جایز چیه؟ اون محال بود. و جایز چیه؟ و caiz olan sıfatlar dahi onun için sayılmaz ki. Bir kulünü dilerse gani eder. Bir kulünü dilerse gani eder. Ve dilerse fakir eder. Bakisi bu kıyas eyle. Bakisi buna kıyas eyle. Kıyas eyle. Allah Teala hakkında vacip şeye vacip. Vacip olan sıfatlar 20'dir. 20 تا صفت واجب داره الله. اول dahi 3 بلوکdir. خود این 23 سه بلوک هستش. اول dahi 3 بلوکdir. اولki nefsiye, ikincisi subutiye, üçüncü lazime. Nefsiye çi هست؟ Nefsiye sıfatları 6'dır. 6'dir. حالا اینا رو من بهتر میخونم، حتی اشتباه بخونم متوجه میشم بعضا. چیا هستن؟ وجود، قدم، بقا، قیام به نفسه، وحدانیت. چی شد؟ وجود، قدم، بقا، قیام به نفسه، وحدانیت. اون یکی چی بود؟ گفتش 6 تاست. 6'dir ama 6 تا گفت. وجود، قدم، بقا، قیام به نفسه، وحدانیت. مخالفت للحوادث. مخالفت للحوادث. این ششمی مخالفت للحوادث هستش. ثبوتیه. حالا این دو گفتش دو تاست دیگه. اولی نفسیه بود، ikinci ثبوتیه. ثبوتیه چی هست؟ میگه ثبوتیه صفتleri 7'dir. 7 تاست. حیات، علم، حالا این چیه؟ سمع، شنیدن، شنوایی بگیم، شنوایی به فارسی ترجمه میشه شنوایی. بصر، بینایی. ارادت، این دیگه چی هست نمیدونم. قدرت، کلام، تکوین جایز olan sıfatlardandır. میگه تکوینم از جزء حالا من چیکار کردم؟ 7 ثبوتیه sıfatları 7'dir. Hayat, ilm, sam, basar. 4. İradet, kudret, kelam. 7. Tekvin caiz olan, tekvinem هست olan sıfatlardandır. من حالا اینو باید تشریحش کنیم. لازمه گفت یک صفاتی هستش که لازمه اینجا گفت واجب. üçüncü لازمه. اون لازمه چی هست؟ میگی که لازمه صفتleri nedir؟ صفتleri 7'dir. ببخشید 7'dir. حی، علیم، بصیر، مرید، قدیر، متکلم. هیچی دوباره نشد که حی، علیم، بصیر و مرید، قدیر و متکلم. 6 تا. اینجا گفته بود که چیز ایمانون حکمی 2'dir. گفت 7 تاست اما 6 یا نوشت. حالا ایمانın hükmü 2'dir. Evvelki dünyada haraciden ve esir olmaktan kurtulmak. نگاه کنید ما اینو نداریم. ایمان 2 تا حکم داره. ببین اسلام رو به ما نگفتن. این ملاهای خاین
این ملاهای خائن اسلام رو به ما نگفتن. میگه که ایمان hükmü ikidir. اولش دنیادا خراجدن و اسیر olmaktan kurtulmak. حالا یکی شما رو خراج برای کسیه که کشورشون اشغال میشه و اسیرم که کشورش اشغال شده است دیگه، مالیات میده. یک نوع خراجی که کشورتون، سرزمینتون، زمینتون اشغال میشه و شما مجبور میشید که به اشغالگر یه پولی بدید. حالا سالیانه، ماهیانه، مثل بر کانادا 3 ماه یه بار قاعدتا، ولی حداقلش 2 سالیه، حد اکثرش سالی یه باره، ولی شرکت ها 3 ماه یه بار و افراد میتونن 3 ماه یه بار این کار رو انجام بده. و اسیرالمقتن kurtulmak. حالا ما در آذربایجان اینو نداریم که خودمون جزو ایمان بقاسی آلتیتود. شما اگه بخواید ایمان داشته باشید و ایمانتون بقا داشته باشه، باید 6 تا اصل داشته باشید. آلتیتود. اول şey gaybe iman getirmektir. İkinci, gaybi Allah Teala bilir, gaybi kimse bilmez. Üçüncü, helal bilmek, haram bilmektir. Helal bilmek. Dördüncü, haram bilmek. Beşinci, Allah Teala'dan ümidin kesmemek. Altıncı, her vakte Allah Teala'dan korkmaktır. İmanın levazimi 2'dir. Evvelki emr bil maruf, yani hisal-i hamide daim nasi gendirmektir. Kandırmak. Emr bil maruf yani hisal-i hamide daim nasi gendirmektir. Kandırmak yani fahmanden. Kandım از خون داره میاد احتمالاً. قان یعنی تو دلت نشست، تو جانت نشست، اینجوری. و نهی عن المنکر، این دوتا یعنی اخلاق ذمیمه و خصال مذمومه daim nasi nehy etmektir. İkinci, cihad fi sabilillah yani daim nefsle ve şeytan ile ceng edip muharebe. اینجا جهاد فی سبیل الله رو چه معنی میکنه؟ یعنی daim nefs ile ve şeytan ile ceng edip muhalefet üzere olmaktır. Ehyanen küffar haksal ile ceng etmektir. Ehyanen döneminde. Sebebi iman kidir. حالا این دیگه خیلی کتاب ساده و خیلی جالبه. خیلی خوشحالم که با یه چنین کتابی آشنا شدم که به سادگی میشه فهمید که مثلا اجداد ما دین رو چجوری میفهمیدن. حال 114 علم حال 114 این اکمالا شماره مقدسی هستش. حالا اینجا یه چیزای دیگری هستش. ببینید چی میگه. 15. فرض şeytanı düşman bilmek. 16. فرض Kur'an'ı hüccet tutmak. O 16. 17. فرض ölümü hak bilmek. 18. فرض emri bil ma'ruf ve nehy anil münker hak bilmek. 19. فرض tecennüb yok. Cennibet etmek. Gıybet etmemek. اینجا یه چیزی افتاده. غیبت etmemek. 20. فرض inaya ve ataya iyilik etmek. 21. فرض nikahid helal olmayan akraba ziyaret etmek. و نگاه کنیم نکاحی حلال olmayan akrabai
ziyaret etmek. Wow. 22. فرض امانت خیانت etmemek. این چیه؟ اینا خیلی جالبه. بذارید این چیه، در مورد چی هست. خلاصه kelam bunun emsali ilm haliden sual gerektir. Alim dünyada can tende iken çalışıp öğretmedikçe Rabbime ne cevap versem gerektir deyip falan edip gece ve gündüz fikrinden çıkmayıp bu zikr olunan feraizleri ve bunun emsali feraizleri çalışıp öğrenip ve dahi 54 farzın 54 da farz vacip vücut dاره farzın yerine getirmektir. حالا چی میگه اینها رو دوباره این سخن قبلی هم جالب باید باشه و dahi اعمال ظاهره چی آبدست نماز قنوت حج زکات و غسل و استنجا و تیمم حیض و نفاس و عالم ساتم عالم ساتم و dahi احکام شرعیه و dahi احکام شرعیه بشتر وجوب مندوب اباحت حرمت کراهت. نگاه کنید خیلی داره، خیلی خلاصه داره اینها رو چیز میکنه. 54 dedi چی بود؟ 54 فرض. اولکی فرض Allah Teala'yı bilip zikretmek. İkinci farz abdest almak. Vücub. Üçüncü farz helalinden libas giymek. Dördüncü farz 5 vakit namazı kılmak. Beşinci farz cenabetten gusletmek. Altıncı farz kişinin verzine Allah Teala kefil olduğun hak bilmek. Kişinin rizkine Allah Teala'nın kefil olduğun hak bilmek. 7. farz helalinden yemek, içmek. 8. farz kanaat etmek. 9. farz tevekkül ölmek. Tevekkül olmak. 10. farz Cenab-ı Bari'den kalan cezaya razı olmak. ببینید کلام لازمه. 11. فرض nimete şükretmek. 12. farz belalara sabretmek. 13. farz günahlarına tövbe etmek. 14. farz ihlasla ibadet etmek. 15. farz şeytanı düşman bilmek. 16. farz Kur'an'ı hüccet tutmak. 17. farz ölümü hak bilmek. 18. farz emr-i maruf ve nehy-i münker hak bilmek. 19. farz gıybet etmemek. 20. farz anaya ve ataya iyilik etmek. 21. farz nikahi helal olmayan akrabayı ziyaret etmek. 22. farz emanete hıyanet etmemek. 23. farz naşer'i olan latifeyi terk etmek. Latife yani çok. Bizde şuhluk ve latife değildir. 24. farz Allah Teala'ya ve peygamberlerine itaat etmek. 25. farz günahlardan kaçıp ibadete meşgul olmak. 26. farz Allah Teala'dan kork etmek. 27. farz ibret nazarin etmek. 28. farz tefekkür etmek. 29. farz dilin fuhş-u kelamiden hifz etmek. Dilin fuhş-u kelamiden hifz etmek. 30. farz fuhuş از این میاد، از این کلمه فاحشه و از این کلمه یعنی دریدگی سخن و فکر در نه اینکه فکر خوبا فکر بد
30. farz. Yaramaz fiilden içtinab etmek. Yaramaz, hemen yaramaz. Yani yaramazlık da. Yani افعالی که خیلی نداره. yaramaz fiilden içtinab etmek. 31. farz. استهزا etmemek. مسخره نکردن دیگره. 32. farz. Müslümanlar hatunine nazar etmemek. حالا استثناء میکنه مثلا میشه به خانم های غیر مسلمان نگاه کرد مثلا. اینجا یه مقدار بیشتر جنبه چیز داره، تحقیر، جنگ روانیه. 33. فرد. اینها بیشترش چیز داره، نظر ملا هست، نظر اسلام نیست. ولی خب حالا نگیم ملا، نظر این عالم میگیم. 33. farz. Her halde sadık olmak. Her halde böyle sadık. 34. farz. Kulağın yaramaz nesnelerden hifz etmek. Kulağın yaramaz bifayde nesnelerden fikra, afkar, sukhanha hifz etmek, saklamak. 35. farz. Seher etmemek. Seher etmemek. احتمالا سحر وجود داشته، یه علمی برای خودش میده، قرآن یکی بوده. بعد امروز هم میبینیم که بعضی چیزا هستش. 36. فرض. کیلسین و ترازوسین. کیل عربیه، وزن کردن. کیلسین یعنی ترازو. کیلسین و ترازو. چکی و ترازوسی حق üzere tutmak. میبینی اینا همه چیزه، در اخلاق. حالا دیگه من اینها رو نخونم، از اون طرفم داره وقتم تموم میشه. کتاب بعدی بسم الله الرحمن. این کتاب رو هم باز به نظرم قابل خوندن هست. ببینیم چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. این کتاب رو خیلی خوشم اومد، ساده و صمیمی، خیلی روان نوشته میتونستم به راحتی بخونم، درکش بکنم، لهجه‌ش رو خیلی زیبا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسولنا محمد و آله و صحبه اجمعین. اما بعد gün batısından gün doğusuna varınca ne kadar Müslümanın dini erkek ve dişi ne kadar Müslümanın diyen erkek ve dişi var ise üzerine farz-ı eyni olan ilmi kaçtır deseler. چی گفت؟ اینجا باید اینجور بگیم gün batısından gün doğusuna varınca ne kadar Müslümanım diyen erkek ve dişi varsa üzerine farz olan ilim kaçtır deseler. بپرسن. حالا یکی اون که گفت مسلمانم واسه دیگه اینم بگه فرض olan علم kaçtır اینو بپرسن چی میگه؟ 3'tür. باید بگه 3 تاست. اولکی ایمان علمی، ایمان icmalın. İman ilmi, iman icmalının ve iman tefsilinin ilmi. İkinci ahlak ilmi. Yani uykulker ve kötü yani iyi huyluyken iyi huylar ببخشید اشتباه خوندم. İkinci ahlak ilmi yani ayı huylar. Huy حالا تو فارسی هم هستش. خویlar خوی هم احتمالا نزدیک که شهر خود. ayı خویlar یعنی خویهای نیک و kötü huyların ilmi. Ahlak yani چی؟ پس ahlak ilmi yani ayı huylar ve kötü huyların ilmi. Üçüncü, amali zahirenin ve azizinin ilmi.
اعمال ظاهره چی هستش؟ یک کتابی در این باره خونده بودیم قبلا، همونو داره به یه شکلی داره تکرار میکنه با خط بهتری. این چنجی اعمال علم سوم چی هست؟ گفتش علم چند تا؟ گفت 3 تا. اولی شناخت الهی، دوم اخلاق، سوم اعمال ظاهره. نون بعضی سنین علمی. مثل اعمال ظاهره نه چی هستش؟ مثل آب دست، وضو، نماز، عروج، حج، زکات، غسل، استنجا، teyemmüm, heyz, nifas, alım satım ve sair hallerin ilmi gibi. İmanın rükünü 2'dir. İkisi dahi dil ile ikrar, kalb ile tasdik etmektir. Bir adam diliyle ikrar etse, kalbiyle inanmasa münafıklardan olur. اینو خونده بودم. این کتاب رو دقیقاً قبلا خونده بودم. خیلی برام الان اینجا راحت تره. Kalbiyle inansa da diliyle ikrar etmese Yahudi ve Nasranilerden olur. Elhamdülillah biz dilimizle ikrar ettik. Yahudilerden ve Nasranilerden olmadık. Ve kalbimizle inandık, münafıklardan olmadık. İmanın sebebi mesnuata yıkmaktır. İmanın sebebi mesnuata yakmaktır. Yakmak اینجا به معنی یخماق یعنی سوزاندن هست. حالا ببینیم چی میگه. یعنی مصنوعات رو سبب ایمان، دلیل ایمان چی هست؟ اینکه مصنوعات، اون چیزای زاید مصنوعی را باید از بین، یخماق یعنی اونها رو، مصنوعی ها رو از بین ببریم. حالا بعداً توضیح میده که چی هست. یعنی yerlere ve göklere bakıp bunun bir Rabbi ve vardır diyor ikrar etmektir. مصنوعات یعنی اون چیزایی که خلق شده روی زمین، همه چیز مخلوقه دیگه. اینجا مصنوعات گفته به جای مخلوق گفته. مخلوقات سنگ و گیاه و دشت و دریا و آسمان و ستاره و اینا رو نگاه می‌کنید، رنگ‌ها رو می‌بینید، اینا رو می‌بینید. Yani yerlere ve göklere bakıp bakmak. Bakıp bunun bir Rabbi ya Rabbisi vardır diyor ikrar etmektir. این ربیسی، حالا این کتاب از اون کتاب قبلی احتمالاً کپی شده یا اون از این کپی شده، نمیدونم. ایمانی hükmü nedir? Dünyada haraciden kurtulup ahirette azab-ı ebediden خلاص olmaktır. Cevabı sualışıdır. İmanın hükmü nedir? Dünyada haraciden kurtulup ahirette azab-ı ebediden خلاص olmaktır. Azab iki kısmıdır. İki kısmıdır. Biri azab-ı mübeddettir ve biri azab-ı mühallettir. Mühallet çi hast? Mühallet kalan kimlerdir? Kafirlerdir ve şeytanlardır. Müvekket azab görer kimlerdir? Kimlerdir? Müvekket azab görer kimlerdir? Üç buluk ilmi hali bilip amel etmeyenlerdir. İmdi zamane halki اکثری فضائل مشغول بود. فضائل یعنی زواید، خونه بخرم، ماشین بخرم، لباس بخرم، گردش برم، اینا فضائل مشغول بود. فرض eyni olan ilmleri terk ettiler. Müstehab olan amele meşgul olmak ise farz eyni olan akaid ahlaka, a'mal zahire olan ilmleri bilip amel ettikten sonra olur. İndi ey müminat malumunuz olsun ki şer-i şerif böyle beyan etti ki kabrde azab görmek istemeyen kimseler dahi ahirette mezareden kalktıkta
Kalkıkta 50.000 yıl kıyamet esasında azab görmek istemeyen kimselerdeki hesabı asan olup irzi yıkıldıktan tuğri cennete gidenler ile bile haşr olmak isterseniz ahiret ulemaların gülüp bu kitabda zikrolunan emr dini ve sair kitaplarda beyan olunan emr dini yani 3 bulug ilm hali hususen bu kitabda gayet ilerim onları gayet elzem olanları beyan olunmuştur. همونطور که عرض کردم این کتاب رو قبلا خوندیم. این کتاب خیلی کتاب جالبی هستش. من دیگه باید برم صفحه آخر رو از این کتاب بخونم و پاشم برم سر کار. اینجا وقتنامه هستش. geçerse istihaze olur o gari olur 30 günün namazı gaza eder. Daima 10 günde kesilir imiş. Gusl eder, namazı kılar, orucu tutar. Halbuki 6'da 7'de kesildi, gusl eder. Namazı kılar, orucu tutar, ahliyle yatmaz. Adını çekmeyince ve bir geri heyzini gördü, bir geri heyzini gördü, heyzinden halk öldükten sonra gusl etti, namazı kıldı, orucu tuttu. 15 gün yahut 16 gün ya dahi ziyade gittikten sonra kan gördü ve bir parça et düşerdi. Bakalım görelim eğer azadan bir azası bellu o ise bu büsbütün nefasın hükmü gibidir. Eğer azadan bir azası belli değil ise o gari ani atı vermiş. Bakalım görelim 3 günden eskikte kesilirse heyz olmaz. حالا اینجا در مورد حیض و نفاس اینا چیز میکنه. این آخر رو بخونیم. واریل yatır ve eriyle yatır ve dahi gaz dürlüdür, 6 dürlüdür. Evvelki kırmızı, ikinci sarıdır, üçüncü beşledir, dördüncü bozdur, beşinci siyahdır. این بشلدر یعنی چی نمیدونم. حالا من اینجا که دوستان دارم نگاه میکنم ببینید صدا آهنگ رو ببینید، آهنگ کلمات رو ببینید. اینجا میگه دقیق قاچ dürlüdür. Dürlüdür. صدا رو نگاه کنید. 6 dürlüdür. Evvelki kırmızı. İkinci sarıdır. نگاه کنه سارو، چون این رو هستش، سارو دور، kırmızıdır diye cevap اینجا. Üçüncü beşlidir, beşlidir. Dördüncü bozdur. Beşinci siyahdır. Altıncı toprak rengidir. Kan ana ile bilinir. Kan اینجا چی هستش؟ نه ile bilinir. Kan ne ile bilinir؟ bir beyaz pembe ile bilinir. سوال میپرسه گان با چی تشخیص نمیده؟ با تمت کتاب به اون الملک الوهاب هیچ اثری از تاریخ و اسم نویسنده پیدا نکردیم در این قسمت. روز خوبی رو برای دوستان آرزو میکنم. امروز 2 کتاب خوندیم. کتاب هر 2 کتاب دوستان از نظر خط و نوشتار خیلی عالی بود. با اینکه این اولی یه مقدار سخت بود ولی باز هم بهتر از این کتاب‌های قبلی بود. ولی این کتاب دومی که خوندیم خیلی از نظر خط زیبا بود و من میتونم بگم که درش
1% ممکن مشکل داشته باشم. این خیلی زیبا بود. بسیار بسیار روز خوبی بود برای من. آغاز روز خوبی بود. امیدوارم که این عشقی که در من ایجاد کرد این کتاب اخیر به خصوص که کتاب توپی رو بخونم، امیدوارم که بعد از اینکه از کار برگشتم بتونم دوباره 1 ساعت 2 ساعتی رو صرف خواندن کتاب بکنم. به هر حال تا دیداری بعد، همتون رو به الله میسپارم.